سلام به همگی. امروز میخوایم بریم توی یکی از غارهای ماینکرافت که همینجوری پیدا کردم، ببینیم توی زمان 1 دقیقه میتونیم 2 تا سنگ معدنی یا بلوک معدنی ماینکرافت رو پیدا بکنیم. خب از همین الان زمان ما شروع میشه تا 1 دقیقه ببینیم چه سنگایی میتونیم پیدا بکنیم و ببینیم این چالش رو میتونیم ببریم یا میبازیم. خیلی هم تاریکه اینجا. خب اولین سنگ رو پیدا کردیم. اولین سنگی که پیدا کردم زغال سنگ بود. چقدر هم زیاده. خب این هم دومین سنگی که پیدا کردم. زیادم از وقتم نمونده، 1 دقیقه آخراش 15 ثانیه. خب اینم پندیم. این هم دومین سنگمون دیگه. خب زمان چالش هم تموم. اگر از این ویدیو خوشت اومد و دوست داری بازم این ویدیو ببینی، چنل منو سابسکرایب کن و حمایت کن که تازه کارمو تازه دارم شروع میکنم. خدافظ.